درود به شما، خیلی خوش اومدید به تیزر. امروز یه مهمان دارم، آرمان تیرماهی، نوازنده باس، خیلی خفنه. اما قبل اینکه صحبتمو نه راست میگم، قبل اینکه صحبتمو با آرمان شروع کنم بریم اوپنینگ برنامه رو ببینیم. درود به شما، خیلی خوش اومدید به تیزر. این 4مین قسمت تیزره و امروز آرمان تیرماهی رو اینجا دارم کنار خودم. آرمان جان، این شما این دوربین اگر سلام علیکی داری با بیننده. سلام عرض میکنم خدمت بیننده خوبت که امیدوارم روز به روز خیلی جدیتر سابسکرایب کنن و مفهوم یوتیوب رو یه ذره جدیتر بگیریم واقعا، چون که پلتفرم خیلی جدیتریه قطعا نسبت به اینستاگرام و نمیدونم چیزای دیگه که داریم استفادهشون میکنیم. دقیقاً و اینکه خوشحالم که بعد چندین سال رفاقت با هم دیگه کار کردن یه فرصتی شد که اینجوری کنار باعث افتخار من. آرمان جان خیلی لطف کردیم، تشریف آوردی، افتخار دی. فکر کنم یه بحث حسابی داغ با هم داشته باشیم، دعوا نگیریم. نه به اونجا نمیرسه. آرمان جان، به عنوان اولین سوال میخوام ازت بپرسم که موسیقی رو از چه سنی شروع کردی و چرا گیتار باس؟ من از سال 77 که فکر میکنم 5 ابتدایی بودم، درسته، رفتم کلاس پیانو. بعدم نمیزدم، خیلی پیگیر بودم و این داستان ها. بعد یه وقفه افتاد و داداشم خیلی فن موزیک راک بود و خیلی پیگیر بود و یه مدتی هم خودش کلاس گیتار میرفت. گیتار خونه ما همیشه بود، ولی من گیتارشو برمی داشتم چون همیشه تو ویدیوها بیسیسته رو نگاه میکردم. هیچ وقت مثلا نمیمدم اینجوری بذارم، همیشه فاز بیسیست برخورد میکردم، استایل بیسیست داشت. با سیمای بم گیتاره میزدم و برخوردم عشق میکردم تا اینکه سال 82 اگر اشتباه نکنم، آره از 82 همون کیبوردی که گفتم و فروختم، باهاش گیتار بیس خریدم. یعنی بعد از کیبورد مستقیم رفتی سمت گیتار؟ آره. بعد ببین من کل چیزی که یاد گرفتم تا الان و فکر میکنم 2 یا 3 جلسه کلاس رفتم. آفرین. یعنی اگر کلاسی رفتم در موسیقی توی پیانو بوده، گیتار باس 2 یا 3 جلسه پیش بابک ریای پور رفتم، اونم بعد از 7-8 سال ساز زدم. درست. یعنی بقیهش اکتسابی بوده؟ بقیهش متاسفانه یا خوشبختانه خود رفتی دنبالش جورایی دیگه. آره. و البته اینم تو پرانتز بگم، من بیشترین چیزی که تو موسیقی یاد گرفتم از موزیسین هایی بود که سازهای غیر از گیتار بیس میزدن. مثلا من از حمید سمایی که تار و ستار میزنه بیشترین چیز رو تو موسیقی از اون یاد گرفتم. تارباس هم میزنه البته، تارباس هم یه سیگنچری داره توی ولی واقعا میگم از موزیسین ها خیلی بیشتر یاد گرفتم تا مثلا بگم تخصصی رفتم پیش فلان کس مثلا گیتار بیس یاد. خب اون تجربه خیلی مهمتره، 100% خیلی مهمتره. خب پس اینجوری شد که از پیانو یهو مستقیم رفتی سمت گیتار باس. حالا این گیتار باس برای تو چه کاراکتری داره؟ یعنی اگر بخوای گیتار باس رو به شخصیت مثال تشبیه کنی؟ ببین یه ماهیت جالبی که داره، شما تا زمانی که روی استیجی یا حالا تو استودیوی هر جایی داری ساز میزنی، درست، اونی که شنونده است، اگر حالا شنونده حرفه‌ای باشه یا حالا خودش موزیسین باشه که میفهمه داری چی کار میکنی، ولی زمانی که یه شنونده عادی داره تو رو نگاه میکنه، درسته، تو تا زمانی که وای نستی یا یه میزان سکوت نشته باشی اون نمیفهم اصلا تو اونجا هستی یا نیست. مخاطب‌های معمولی متوجه معمولاً یه چنین اون تأثیره رو متوجه نمیشه. آفرین. برای من جذابیت این ساز، حالا به لحاظ کاراکتری، شخصیتی، کاریزماتیک که داری میگی،
برای من جذابیتش تو اینه که حضورش رو با همون یک میزان سکوت میتونه به بقیه بفهمونه. یعنی من بودنم واجبه، نبودنم هم کاملا محسوسه. میدونی مثلا پیش میاد چه میدونم اگر یک گروهی 2 تا گیتاریست داشته باشه یه جام گیتار نزنه میتونه جمع کنه اجرا رو، ولی من نباشم یا باید پروژه رو باز کنم یا اینکه کیبوردیسته چیز کنه. ولی حالا جدا از اینا، من موزیکایی که اون موقع که خیلی جدی‌تر اهل موزیک شدم و موزیک گوش کردن شدم، موزیکایی که گوش میکردم عمدتاً بیسیستا برام خیلی جذاب‌تر بودن تا گیتاریستا. هیچ وقت دوست نداشتم مثلا سولیست باشم، اون جلو باشم، یا مثلا مثل خواننده همش بولد باشم. اون آدمی که اون گوشه بوده برای من خیلی جذاب‌تر بوده. تاثیر صداش بوده یا به خاطر استایل و اینا بوده؟ بیشتر استایلش بوده، ولی از جایی که رفتم پیگیرش شدم و متوجه شدم که ببین خب گیتار بیس یه جورایی هم ساز آکومپانیمنت محسوب میشه، تو در عین حال یک ساز کوبه‌ای هستی که یه سری نوت هم داری که جایی هم سولیست هم میتونه باشه. آره، یعنی ترکیبی از ریتم سشن و قسمت هارمونی قضیه هست. هر دوتا رو میتونی همزمان داشته باشی. درست. اینش برام. حالا این حرفو زدی، فکر می‌کنی آرمان در حق باسیستا نسبت به بقیه نوازنده‌ها چاپ شده مثلا؟ ببین حق رو گرفتنی، حق دادنی نیست به نظر نه، به نظر علاوه جایگاه دارم میگم. آره. یعنی پررنگتر بودن بقیه نوازنده ها رو حس کردی یا نه؟ میدونی چیه، ببین متاسفانه خیلی قضیه ریشه دارتر از این داستانه به نظر من. ببین شما زمانی که یک بچه تو سن 7-8 سالگیه و مثلا برش میداری میبری کنسرت، خود پدر مادر اونقدر اطلاعات ندارن که بگن آقا این ساز چی کار میکنه، اون ساز چی کار میکنه. یا حالا پدر مادر البته وظیفه‌شون شاید تا حدی این نباشه، تو مدرسه جامعه باید اینا، تو جامعه باید صدا تو کم دارم آرمان. خب این چیزیه که باید در واقع یاد بدم بهشون دیگه، میدونی؟ یعنی منی که مثلا 6-7 سالمه، من که وقتی ندونم فرق گیتار و گیتار بیس و درام و کیبورد و پرکاشن و اینا چیه، خب تو اولین چیزی که میبینی یا خواننده رو میبینی یا سولیست رو میبینی دیگه. اولین چیزی که میبینی خواننده رو میبینی، بعدم خواننده رو میبینی. آره، حالا دوم چیزام خواننده رو اگر یه ذره دقت بکنی شاید یه اتفاق بهتری بیفته. میدونی اینو سر چی میگم؟ ببین بارها برای من پیش اومده رو استیج این فالو که نور رو انداخته رو خواننده، آقا مثلا سولو گیتاره، سولو بیسه، خب فالو هم اومده، من قیافه آدمو رو قشنگ نگاه میکنم، فالو اومده روی من که دارم سولو میزنم، ولی باز همه اینجوری دارن خواننده رو نگاه میکنن. اون بعد من دارم سولو میزنم ولی باز خواننده رو نگاه میکنم، ویولون داریم میزنم باز دارم خواننده رو نگاه میکنم. خب از عدم شناخت میاد اینا. آره، واقعا این سطح آگاهیه، از عدم اطلاعه. وگرنه نمیگم تو کشورهای دیگه اینجوری نیست، هست ولی کمتر، قطعا درصدش خیلی کمتره. آرمان بدترین تجربه‌ای که داشتی، حالا چه رو استیج، تو اصلا تو این کار، تو استودیو، حالا بدترین تجربه، ببین یه تجربه خیلی عجیب که همین حدود 1 ماه پیش داشتم که گوشی کوک سازم سر ترک دوم سانس اول اجرا شکست. با کی بودی؟ با رضا یزدانی. رضا یزدانی عزیز. آره. خب بعد گوشی کوک سیم سوم هم شکست. تو اون لحظه فقط تنها چیزی که به ذهنم رسید که بیام سیم 1 رو باز کنم، سیم سوم هم ببندم به سیم 1، با 3 تا سیم بزنم، سیمای بممو داشته باشم. خب اومدم سیم 1 هم باز کردم، حالا همه این کارا رو بین ترک دارم سریع انجام میدم. سیم 1 رو باز کردم، دیدم سیم سوم رو نمیشه به سیم 1 بست، سردسته راه نمیده. و دیدم ترک هم شروع شده، به من اشاره کرد چیکار میکنی؟ گفتم تو شروع کن، من یه کاریش میکنم. و اینکه بعد این جریان دیدم که نمیرسم، سیم 1 هم بیخیال شدم، با سیم 2 و سیم 4 شروع کردم زدن و یه سانس و تقریبا 20 تا ترک رو همونجوری زدم. آفرین، کار در اومد. پس کار در اومد به گونه‌ای که بچه صدا بردار تا ترک 5م 6م نمیدونستن اصلا چه این اتفاقی افتاده. بعدن که یکیشون اومد
از من پرسید آقا اوکی و اینا، گفتم آره میبینی که دارم میزنم. یه سانس بود اجرا؟ 2 سانس بود. سانس دوم خیلی شانسی یکی از شاگردام تو سالن بود، رفت سازشو برام آورد و آره ردش کرد. این پس یکی از واقعا اتفاق بدیه. میدونم چقدر سیم نیست که بگی سیم پاره شده، آره گوشی شکسته. آره و میدونی چیه، ببین اونجوری نیست که ما بتونیم همه جا مثلا ساز یدک با خودمون ببریم، مثلا یه چیز زاپوست داشته میدونید اصلا شرایطش نیست. شهرستانه، چه میدونم رفت و آمد داری، حمل و نقلش سخته اصلا. آره. کلا و اصلا من ندیدم تا الان کسی یک چنین کاری بکنه، مثلا اجرای تهران یا اجرای بزرگ. چرا؟ آرمان میخوام ازت بپرسم که فکر میکنی تاثیر سایت هایی که موسیقی به اصطلاح ریلیز میکنن، پخش میکنن، توی شکل دهی افکار عمومی یا توی پررنگ کردن یه ترک، یعنی یه آهنگی که حقش نیست و آیا سایت ها میتونن پررنگ کنن؟ چیه نظرت؟ ببین من فکر کنم یه تجربه شخصیم رو بگم در جواب این سوالت خیلی جالب باشه. ما با یه خواننده پاپی کار میکردیم، خیلی هم معروف شد و الان هم به هر حال داره کار میکنه، حالا اسمشو نمیاریم، ولی یه سالی ما باش کار کردیم، خیلی خوبم اجرا میرفتیم. بعد یه سال یه ترکی داد که من همون شبی که این ترک اومد بیرون به همون تاقیم گفتم که خب خدا رو شکر این یه سال رفتیم دیگه، از بعد این دیگه با بشینیم خونه، چون این کاره اصلا دیگه خیلی اوضاعش خراب. این چه شعریه، این چه ملودیه، یعنی فکرشو نمی‌کردی اصلا این کار جواب بده. ببین یه چیزی بهت بگم، کمتر از 2 هفته یه جوری شد که منی که نوازنده بودم تو اون ارکستر، ما مثلا از این شهر اون شهر میافتیم، بین راه تو رستوران ما رو اینجوری نشون میدادن، میگفتن فلانی فلانی. خب ببین اولش جالبه دیگه برات دیگه، مثلا فلان شده اینا، ولی بعد میری تو جزئیاتش میبینی نه، دچار یه حس فلسفی میشه، داستان چیز دیگه است. یعنی اگر جای اون محتوا هر چیز دیگه هم تولید میشد ولی با اون سیستم پخش میشد، باز همین اتفاق میافتاد. یعنی میخوای بگی انقدر نقش سایت ها پررنگ؟ آره ببین یه چیزی که به صورت غریزی تو انسان ها وجود داره، شما یه چیزی رو هر روز مدام بشنوی ناخودآگاه تو ضمیرت میشینه. بله. حالا میخواد ملودی محتوا داشته باشه یا نه داشته باشه. درست. ولی وقتی تو یک موسیقی رو میای توی همه جا پخش میکنی، یا هزینه زیادی میکنی بابت پخشش تو همه سایت ها، همه چنل ها، نمیدونم هر جا میری اون موزیک داره پخش میشه، خب ناخودآگاه این به نظرت خوب میاد دیگه. آره به عنوان شنونده ناخودآگاه باور میکنه، به عنوان شنونده عادی یه شنونده معمولی باور میکنه. و خب میگه وقتی همه جا میذارن، همه جا این کار هست، یعنی خوبه دیگه. من میگم که این سیستم پخش در همه جای دنیا وجود داره، پروموت کردن کار در همه جا وجود داره. بحث اینه که آیا ارزش این کار اونقدری هست که روش پروموت بشه یا نه. این دیگه برمیگرده، حالا یه صحبتی که قبل اینکه برنامه شروعش با هم کردیم، این برمیگرده به اون قسمت ماجرا. حالا نمیدونم اگه دوست داری وصلش کنم به اون قسمت ماجرا که ببین ما تا پایان این بخش کمتر 2 دقیقه وقت داریم. خب 13 دقیقه 14 دقیقه نه مشکل نیست. من فکر می‌کنم برنامه امروز ما 3 پارت باشه و توی یوتیوب هم فکر می‌کنم 45 دقیقه‌ای باشه. وقتی بحث مفید باشه، جالب باشه، آدم ادامهش میده. 14 دقیقه وقت تا الان یعنی رکورد ما شده، سوالمون نصفه میمونه. بذار بریم برگردیم. اوکی. اینجا بخش اول برنامه به پایان میرسه. من بهتون قول میدم این برنامه 3 تا پارت خواهد بود توی اینستاگرام، چون هم نصف سوالامون رو نپرسیدیم، خیلی حرفا مونده. لطفاً توی یوتیوب سابسکرایب یادتون نره، لایک و شیر و اشتراک و دیگه اینا هم زحمتش رو بکشید. بریم برگردیم با پارت دوم، بازم با آرمان خواهیم بود. ای چرخ بازیگر بگو بالا نشینان را جای من و ما تا ابد. خب درود مجدد به اینستاگرامیای عزیز تو یوتیوب که یه کات کوچیک داشتیم و ادامه صحبت با آرمان جان. خب
آرمان میخواستم یه سوالی ازت بپرسم در مورد اینکه پکیج موسیقی، اگر ما موسیقی به حال موسیقی یه اثره، شاید این مثالی که دارم میزنم درست، حالا فکر کنیم موسیقی محصول باشه، این محصول به هر حال یک آورده های مالی خواهد داشت. این پکیج کلی حالا هم از نوازنده، آهنگساز، تنظیم کننده و عوامل داخل در تولیدش، به نظرت سود حاصل از، حالا نمیگیم فروش، حاصل از این اثر به شکل عادلانه تقسیم میشه بین افراد؟ ببین من تو ذهنم همیشه 5 تا قشر رو میام درگیر این ماجرا میکنم. یکی خود اون آرتیستیه که داره اونو اثر رو تولید میکنه، یکی شنونده است، یکی تهیه کننده، یکی اینجا هست، یکی اون عوامل اجرایی، یعنی که حالا اگر بحث اجرایی موسیقی رو بخوایم در نظر بگیریم، نوازنده ها هم که از همه به نظر من مهمترن، میشه قشر در واقع اون کاتگوری 5می که توی این چرخه وجود داره. ببین قطعه‌ای که تولید میشه تا به مرحله درآمدزایی برسه یه غربالی میشه در واقع. یعنی مثلا اگر 1000 تا قطعه تولید شه، 4 تاش به اون مرحله نهایی درآمد میرسه که یه چیز طبیعیه. ولی داستان اینجاست که ما فرض میگم مثلا خود من نوعی که نوازندم، خودت 1000 بار این کارو کردی، برای 1000 تا آرتیست و خواننده ساز زدی تو استودیو، دستمزدتو گرفتی، بعد یارو مثلا اون ترک درآمدی که سالانه از پیشواز مثلا اپراتور تلفنش داشته 600,000 برابر اون دستمزدی بودی که بهتون بوده. خب من میگم آقا اگه قراره یک عدالتی وجود داشته باشه، نه حالا به صورت 100%، به صورت نسبی، خب منم باید یه بهره از این ماجرا ببرم دیگه. راهکارش چیه آرمان؟ ببین یک قطعا راهکار، یکی از اصلی ترین راهکاراش سیستم کپی رایته. اون حق معنوی که وجود داره، چیزی که نداریم ما اینجا. یعنی مثلا میگم من مثلا بیسیستی که تو آلبومای اریک کلپتون و مایکل جکسون براش ساز زده، الانم با خیلی از آرتیستا داره کار میکنه، نیتنیست. تو مثلا میری نگاه میکنی میبینی یارو سال مثلا 83 میلادی تو آلبوم فلانی ساز زده، هنوز عوایدشو داره میگیره، از فروش اون آلبوم داره سالیانه سود میگیره. ببین به نظر من اصلا تو فرقی نمیکنه تو شاخه شغلی داری صحبت میکنی. بله موسیقی یک فعالیت هنریه که با روح و روانت درگیره، ولی تو در نهایت تو بخش اقتصادیت کاور نشه که نمیتونی زندگی تو بچرخونی. بله موزیسینا به حال غم نان دارن، باید زندگی کنن، درآمدشون کارشون. اصلا ببین همین کلمه کلیدی غم نانی که گفتی، این اگر وجود نداشته باشه من میتونم به راحتی فکر بکنم یک اثر خوبی خلق بکنم دیگه. بله. این در واقع میدونی همش به هم دیگه بافته شده است دیگه. این الان همین موضوعی که مطرح شده یه جوری ما بخوایم بررسی بکنیم که چرا وضعیت موسیقیمون رسیده به این روز، یک بخشش همینه. وقتی من موزیسین فعالیتی که میکنم اونقدر آورده مادی برام نداره، خب دل سرد میشم دیگه، زده میشم، میدونی، میرم پی کارهای دیگه. خب من این سوالو با مهمونای قبلی هم گفتم، میگم حالا چون ما کپی رایت نداریم، من خواننده باید بتازونم هر جور که ممکنه، یا من حالا مدیر برنامه، من تهیه کننده چون زورم میرسه باید هر کاری از دستم برمیاد کوتاهی نکنم؟ ببین این دیگه برمیگرده به وجدان اون طرف به نظر من. وقتی البته اگر وجود داشته باشه دیگه وجدان. چیزی که این روزا گیر نمیاد. ولی مسئله اینجاست که بازیه اینجوری شده، هر کی زورش بیشتره پول بیشتری هم انگار میره تو جیبش. ببین حتی این موضوع خیلی جالبه. مثلا میگم یارو آقا رهبر ارکستر چون مثلا با فلانی و فلانی کار کرده، خب دیگه الان پس من اگر میخوام نوازنده هم بیارم، یکی رو بیارم که بتونم مثلا اگرم 2 تا حرف بهش زدم یهو برنگرده به من جواب بده. آقا مگه مسابقه این که سیستم استاد شاگردیه که
این میشه سیستم آرت نیست، هنری نیست. در مورد خواننده که موضوع رو مطرح کردی، ببین این رو هم به نظر من آدم باید از چند تا زاویه نگاه کنه. یکی همون قضیه فرهنگ آموزشی که اول صحبتشو کردیم. ببین وقتی طرف فرق موزیسین، نوازنده، خواننده و عوامل رو نمیدونه، خب ناخودآگاه اون چیزی که اون فقط میبینه که داره حرف میزنه رو میفهمه. حتی خیلی اوقات اصلا نمیفهمه چی داره میخونه، فقط براش جالبه که این داره یه چیزی میگه که من درگیرشم، در صورتی که اون ریتم موسیقیه که در واقع داره درگیرش میکنه. دقیقا همینطوره. ولی خب ببین کاریش نمیشه که تا زمانی که ما نمیتونیم یه خودمون یه حق تألیف داخلی داشته باشیم، مثل خیلی از قوانینی، مثل مجوز که توی ایران الان مجوز خب برای ارائه یه کار تو پلتفرم ها یا کنسرت شما به مجوز کار داشته باشید. یعنی این ممکن نیست که اون عزیزانی که در رأس امور هستن بخوان این، حالا ما به قانون کپی رایت جهانی کار نداریم چون محصولات ما از مرزهامون که اون چنان بیرون نمیره. الان ترک های خواننده های ما، حالا نمیخوام چیز کنم، حالا خیلی خود تحقیری کنیم، ولی واقعیتش اینه که تولید ما بیشتر خوراک داخلیه دیگه، خوراک بین‌المللی البته که نداریم. اون قسمتیش هم که میره بیرون میره توی سیستم کپی رایت میشه. بله. و اتفاقا همون سیستم درآمدی رو هم داره. حالا من میگم جدا از اون سیستم کپی رایت که حالا به دلایلی که حالا نمیشه پول انتقال دادی، حالا هرچی، یه سیستم داخلی یعنی نمیتونه حاکم باشه برای موضوع یا نمیخواد حاکم باشه. یه توافق دیگه، شما یه کار تولید میکنی، اگر از این کارت من خواستم جایی استفاده کنم، مثلا میخوام اجرا کنم، باید حق و حقوق شما رو پرداخت کنم. مسئله اینجاست که این زمانی اتفاق میفته که دو طرفی که میان پای این صحبت متحد باشن به این ماجرا. ببین وقتی بحث منافع پیش میاد، اولش خوبه همه چی، آره کپی رایت میکنه ما اوکی فلان، بعد یه کوچولو که میگذاریم نمیصرفه، فلانی اومده این داره اینقدر میبره، من دارم اینقدر میبرم، قبلا اینجوری نبود که. نه آقا، شروع میشه یک سری قوانین جانبی اضافه میشه که هی جلوی تو رو بگیره. تو بعد میبینی بعد یه سال باز دوباره شد همون، بدتر نشد. داستانی بود که آقای شماعی زاده توی مصاحبه گفته بود که با فرید زلاند و یکی دو نفر دیگه از بزرگان توی عضو سازمانی بودن به اسم گما، که گما سازمانیه که میاد این حق به حال تالیف رو، شما میری اونجا مثلا ریجستر میشه، عضویت ممبر اونجایی و تولیدات آثار شما اونجا هست. حالا هر خواننده‌ای تو هر نقطه از دنیا، حالا تو جز اینجا، بخواد اون کار رو اجرا بکنه، عواید اون کار بر اساس جدولی که خودشون دارن به هر حال برای شما به حساب شما واریز میشه. بعد میگه به ما گفته بودم، من تو مصاحبهشون دیدم، که شما بیاید از گما خارج شید که ما بتونیم این شرایط رو برای شما قائل بشیم که پرداخت بشه به شما، خودمون مثلا تیکر بکنیم به اصطلاح. بعد میگه ما خارج شدیم و بعد دیدیم دیگه خبری نیست، پولی نمیاد و اینا. بعد از سالن به ما اطلاع دادن که آقا خواننده فلانی میاد اینجا، مثلا لیستی که میده، لیست خواننده‌ای که میده که 30 سال فوت کردن، رفتم که رفتن. یعنی ماها همیشه یه راه دومی پیدا میکنیم برای که فقط حق و حقوق دیگران رو تا جایی که میتونیم تضییع کنیم. بازی اینجوری شده هر کی زورش بیشتره به هر طریقی، اصلا مهم نیست انسانی بودنش یا نه نیست، منافع مهمه، فقط منافع. حالا با همه این اوصاف آرمان، تا حالا تو این راه دل سرد شدی از اینکه موسیقی انتخاب کردی؟ آره زیاد 2-3 بارش که قشنگ اینجوری جلو چشمه. یعنی قشنگ دیگه داشتم میرفتم تو مسیر فروش ساز و نمیدونم کلا خداحافظی کنیم. ببین کرونا که شد، من بعد از 8 سال تهران زندگی کردن و جا به جا شدن و مثلا به یه شرایط نسبتا استیبلی رسیدن، چی میگن، تو بذر رو کاشتیم مثلا تازه میخواستیم برداشت کنیم. من همه اون چیزایی که تو ذهنم بود و داشتم جمع‌بندی میکردم، شد کرونا. 0. من سال 97 322 سانس اجرا رفتم. خب
حالا تو در نظر بگیر که ما عملا 4-5 ماه بیکاریم دیگه، یعنی تو اون روز باقی مونده حساب بکنی روزی 2 سانس دیگه حداقل ماجراست. درست. اینو از بابت این دارم میگم که هی داشتیم بهتر میشدیم، شرایط خودم داشت بهتر میشد و اینا، ولی خب کرونا شد صفر خونه زندگی بشد. و متاسفانه موزیسیان‌ها تامین مالی خوبی ندارن. نه تو 1 سال اول کرونا که همه چی لاکداون بود و هیچ کی از در خونه بیرون نمیرفت، یک دونه از این آدمایی که من طی این سالا باشون کار کردم حتی یه SMS به من نداد که آقا مثلا خوبی؟ نه. اصلا نه میگم نه هیچ چیزی، هیچ انتظاری از هیچ کسی ندارم، ولی میگم اسم آقا خوبی؟ نه. منم خوبم خداحافظ. همینم حتی انجام ندادن. میدونی خب اصلا تو سنگم باشی دل سرد میشی. آره رنجاوره، واقعا رنجاوره. بدش کن آرمان بگذاریم این داستان، نمیدونم کجا استاپ بشه، یا شاید هم نشه یا شاید هم بشه، نمیدونم، ولی من راه چاره‌اش رو در این میبینم که باید اخلاقیات رو آدم از خودش شروع بکنه. 100%. اگر افرادی هستن هنوز که نمیخوان اخلاقیات رو رعایت بکنن، هیچ کاری نمیشه کرد. خصلت‌های زشت متاسفانه در جامعه ما یه مقدار برتری پیدا کرده و به قول تو به نوعی از اینکه من آدم با ذکاوتی هستم میتونم مثلا پول بیشتری از فلانی بکشم بیرون، این تمومی نداره. سوال بعدی اینه که یه سر عشق و علاقه خودمون ولش اگر باس انتخاب نمی کردی، ساز گیتار باس رو، چه سازی انتخاب می کردی؟ ببین من اصلا شروع موزیکم، یعنی شروع کار کردن موسیقی خیلی درگیر موسیقی راک و پروگرسیو و اینا بودم. بعد که یه ذره رفتم جلوتر، یه ذره سلیقه موسیقیم تغییر کرد، خیلی سمت فیوژن و تلفیق و فانک فیوژن و جاز فیوژن و اینا بیشتر اومدم. خیلی علاقم به سازبادی زیاد شد واقعا، یعنی یه مقطعی هم حتی به دلم افتاد که آقا برو یه ترومپتی بگیر و یه ذره وقت بذار سرش و اینا، ولی حالا نشد. یعنی نشد که ترجیح دادم که تو ساز خودم رو ارتقا بدم، چون خیلی قضیه کار داره. ولی آره واقعا شاید اگه به سیست نمی شدم ترومپت انتخاب میکردی، یه ساز بادی، حالا ترومپت اگه نبود شاید مثلا ساکسیفون، کلارینت، آره ساکسیفون، ولی ساز بادی واقعا دوست دارم. اگر این فرصت رو داشتی که با یکی از افراد مثلا لجند ساز بزنی، حالا چه اونایی که هستن چه اونایی که از دنیا رفتن، ولی این قدرت انتخاب رو داشتی که میتونستی کنارشون ساز با کیو انتخاب میکردی؟ ببین من حالا میگم مثلا ترومپت رو گفتم چون مثلا یکی از آرتیستایی که خیلی دوستشون دارم ابراهیم معلوفه. بعد جالب اینجاست که یه شبی خوابش رو دیدم که روی استیج باهاش هستم و مثلا داریم خوشبش میکنیم که آره بالاخره تو به آرزوت رسیدی و داری با ابراهیم معلوف ساز میزنی. درست. فردایش یه پستی و یه استوری رو در واقع ازش گذاشتم، یکی از کاراشو ملودیشو زده بودم و اینا، دیدم که ری استوری کرد و یه جوابی هم بهم داد و اینا. حالا از اون موقع مثلا کامنت میذارم لایک میکنه یا دایرکت میدم یه جواب کوچیکی میده و اینا. خوابت بی ربط نبود. آره ابراهیم معلوف رو خیلی دوست دارم، ولی اگر بخوام بحث حالا مثلا با خواننده ها در نظر بگیریم، فکر کنم یکی از جذاب ترین حالت ها اگه تو پاپ بخوای در نظر بگیریم، مثلا اگه با مایکل جکسون فکر میکنم حتی یه دونه اجرا هم آدم تجربه کنه به نظرم برای یه چیز جالب بگم، این پارت ما اینجا دیگه تموم شده دیگه، من چیز نمی کنم 15 دقیقه شده، ولی ما برنامه رو میریم برای پارت دوم سوم دیگه، حالا هرچی بقیه خودشون تشریف بیارن تو یوتیوب ببینن. یه چیز جالب میخواستم اینو بگم، یه خواننده‌ای در پاسخ به یه خواننده دیگه، بذار یه چیزی بذارم ببینیم اول بعد بهت میگم که موضوع چی بوده. امیدوارم در سال جدید
اجراهای ما، ترانه‌های ما، خصوصاً موسیقی ما جوری باشه که اینقدر در فضای مجازی ما رو مسخره نکنن. موسیقی هنر اولاست، موسیقی هنر جدیه. اگر ما رو به خاطر شیلنگ تخته هایی که این بالا میندازیم، اگر ما رو به خاطر لودگیمون، اگر ما رو به خاطر اینکه با هر شکل و لباسی همه رو به خنده در میاریم بلیت میخرن و میان، این بخشیش متاسفانه از اون سمته. اگر من یه شب این بالا بد میخونم نیاید به من بگید که بد میخونید. این هنر بزرگیه. اگر من بارها گفتم به بچه هامون شعر یاد ندیم، شعر خوب نه بابا، ما دیگه در مهد شعر دنیاییم. اگر برای بچه هامون موسیقی خوب نذاریم اتفاقی میفته که الان گریبانگیرش هستیم. و یه چیزی رو بدونید، ما فقط اینجا نمیاییم به عنوان مخاطب موسیقی، ما میراثدار نسل بعدی هستیم. اگر میگیم چرا بچه هامون اینا رو گوش میدن، چون ما اومدیم یه روزی برای موسیقی بعدی که من خوندم دست زدیم، نباید دست بزنیم. امیدوارم برای هر گونه رفتاری که این بالا میشه، صدایی که در میاد، حتی صدایی که در نمیاد داخل و خارج کشور میگم، مثلا خیلی ها نمیخونن و باز هم میرن به خدا این احترام به موسیقی نیست. باید بخونیم، مثلا بگیم یکی فالش خوند، اکثرا نمیخونن. برای پلیبک نباید بار بعد 2000 برابر دفعه قبل برن. تو سال بعد امیدوارم که به موسیقی، چون این موسیقی مال ما نیست، مال من نیست. من 20 خورده سال نوشتم، چند سالی هم هست که میخونم. امیدوارم هم که در سالهای آتی یه کاری پیدا کنم در خور توانی که دارم نخونم دیگه، چون همه ما توی قطاریم. ولی برای نسل‌های بعد، برای بچه هامون احترام بذاریم، نه به هر کنسرتی بریم، نه برای هر کسی دست بزنیم. خب آرمان جان، صحبت‌های روزبه بمانی بود توی یکی از کنسرت‌های اخیرش. فکر می‌کنی چقدر درسته؟ قطعا درست بودنه که درسته، ولی به نظرم بیایم اول بررسی بکنیم که چی شد اصلا کار به اینجا کشیده شد. چی شد؟ البته یه خواننده‌ای در پاسخ به این صحبت‌ها گفته بود که، چون ما سوال قبلیمون این بود که گفتی قطعا مایکل جکسون اگه کسی بخوام باش ساز بزنم، گفت که اگر بنابر شلنگ تخته انداختن و اینا باشه که مایکل جکسون بدترین شلنگ تخته ها رو روی استیج انداخته و بدترین لباسا رو پوشیده و فلان و بهمان و اینا. یکی از خواننده های به حال که تو هم مایه ها تلاش میکنن که واقعا اینطوری بود مایکل جکسون رو استیج شلنگ تخته مینداخت یا قابل قیاس اصلا این دوتا موضوع با هم؟ یه ذره که نه خیلی خنده داره این قیاسه. بعد موضوع اینجاست که ببین ما که نمیتونیم با مثلا حرف 2 نفر من و تو یک نفری رو قضاوت بکنیم که درست. مایکل جکسون یه چیز خیلی گنده ایه که این سال یارو هنوز داره آلبومش فروش میره، بدعتی گذاشت، اصلا یک چیزی آورد که یک سبکی، یک استایلی، یک رقصش اصلا مختص، یه چیزی آورد مختص به خودش، امضای خودش بود. این قضیه پرفورمنسشه. آره کپی دست چندم نبود از یکی دیگه. من اصلا میگم در زمین خود موسیقیش که شما ساده ترین تنظیم ها، درست ترین انتخاب سازها و تمیزترین اجرا. تا سالیان سال هنوز من خودم هم گاهن تنظیم کوینسی جونز رو گوش میدم، هنوز متد برای من، هنوز خیلی چیزها توش داره که نشنیده بودم تا الان. قبول داری هنوز هیچکی نتونسته کار مثل اون کیفیت و اون انتخاب دقیق انجام بده واقعا. خب پس این اصلا قیاس اشتباهی قضیه. در مورد صحبت روزبه بمانی، ببین من شخصا معتقدم که هم باید شلنگ تخته انداختنه باشه، هم باید فالش خوندنه باشه، هم باید پلی بکه باشه، در کنارش باید
محتوای خوب و درست هم حالا باشه. پلی بک منظورت بکینگ ترک یا نه اینکه خواننده بیاد کلا نخونه لب بزنه صداش بره؟ بکینگ ترک رو میگی؟ هم بکینگ ترک هم اتفاقا پلی بکی که لو بره. برای چی؟ برای اینکه بابا تو شنونده ای که فرق مثلا میگم خواننده رو با نوازنده نمیتونی راحت تشخیص بدی، بابا این که دیگه تو روز روشن دیگه علنی داره به توهین میکنه. من میگم اتفاقا خوبه که اینا هم باشن، هرچند به غلط ولی باشن که ما بتونیم قیاس بکنیم. میدونی یعنی من احساس میکنم اینجوری ما سریعتر میتونیم اتفاقا این مرحله گذار رو رد کنیم که جمعیت کسایی که متوجه میشن بین بد و خوب رو زودتر برسیم به اون تعداد بیشتر که یارو پول کمتری خرج بکنه. چرا باید یه چنین خواننده ای که از هیچ نظر استانداردی نداره بلیتش هنوز فروش بره اصلا؟ آرمان، من یک معضلی که برای من هست و درکش نمی کنم، توی جامعه ما یک گاردی وجود داره، یک دفاعی وجود داره به اسم مقابله با فهمیدن. یعنی شما اگر حتی در یک زمینه ای سالها زحمت بکشی، خاک بخوری، متخصص اون کار بشی، علم جمع آوری کنی و بیای به مردم رایگان این اطلاعات رو بخوای تقدیم بکنی، با فحاشی روبرو میشی، با بی‌تربیتی روبرو میشی، با بی‌ادبی، با گستاخی روبرو میشی. من یک جایی کامنتی دیدم، اسم نمیبرم خواننده کی بود، یه خواننده پاپ بود، خواننده پاپ دیگه خواننده های پاپ دیگه جایگاه پاپ دیگه مشخصه چی. یه خواننده پاپ داخلی بود، یه بنده خدای اومده نوشته بود از جنبه علمی و درست هم نوشته بود. یک نفر دیگه ای اومده بود نوشته بود که حالا اون طرفی که نوشته بود موزیسین بود، گفت حالا اگر خودت کنسرت گذاشتی این زرایی که زدی تو کنسرت خودت انجام بده. ببین اون آدمی که این کامنتو گذاشت هیچ سوادی از موسیقی نداشت. یعنی یک آدمی بود که موسیقی رو اصلا حتی اسم ریتم ها و اسم سازا هم شاید در حد یه دونه گیتار بلد بود و اینو من یقین دارم که اینطور. اما این حجمه از نفهمیدن، یعنی تقابل با اطلاع چیه؟ یعنی آقا مثلا تو میخوای منو آگاه کنی، من به تو بی‌حرمتی کنم. این حجمه برای چی وجود داره؟ ببین به نظر من اون آدم ها وقتی در مورد یک موضوعی یه مقدار اطلاعات پیدا میکنن و به خودشون میان، متوجه میشن که من اگه اطلاعات بخوام داشته باشم درگیری های ذهنیم بیشتر میشه. تو هر چقدر بیشتر بفهمی بیشتر اذیت میشی دیگه. خب وقتی یه چنین، البته این دیدگاه درستی هم نیست و به نظر من دیدگاه درستی نیست، چون اگه اونجوری بخوای در نظر بگیری تو پس هیچ کاری نباید بکنی، بشینی خونه یا هیچی هم نفهمی، تمام عمر رو در نفهمیدن بود بگذار. یه بخشش اینجوریه، یارو میگه من چرا انرژی بذارم بفهمم چی به چیه چند چنده، مغزم اینجوری آرومتره. دقیقا. و یه بخش دیگریش به نظر من، ما توی سفری یک کوتاه اگه اشکالی نداره یه خاطره هم تعریف کنم. ما توی سفری حالا با یکی از همین خواننده‌های پاپی که کار میکردیم، تنها نقطه مثبتش این بود که ما یه چند تا سفر خارجی رفتیم، یه سری جاها رو دیدیم. توی انگلیس یه راننده‌ای برای ما گرفتن، از معدود لطفایی که به ما کردن یه ماشین گرفتن که یه روز ما رو تو لندن بچرخونه. راننده کسی بوده که آبادانی بوده، قبل از انقلاب با پرواز مستقیم از آبادان اومده بوده به لندن. پوند چقدر بوده؟ 8 تک تومن. و از اون موقع تا الان یک بار هم ایران نیومده بوده. چرا؟ میگفته من منتظرم که پوند بشه 8 تومن بعد برگردم. واقعا استراتژیش این بوده. بعد این آدم براش زندگی به قبل و بعد انقلاب تقسیم نشده بود، زندگیش به قبل اینترنت و بعد اینترنت تقسیم شده بود. درست. رفته بوده انگلیس، بابا شرکت که شیرانی داشته تو آبادان جنگ شده، همه چی از بین رفته، این اونجا بعد خدا مجبور شده رفته پیک موتوری کار میکرده. به واسطه پیک موتوری همه خیابونا رو حفظ بوده، چون اینترنت نبوده دیگه. میگه اصلا اینترنت اومده همه سیستم زندگی من به هم ریخته، از نون خوردن افتاده بود. آره.
حالا چی شد به اینجا رسیدم؟ میخواستم بگم که گفتی که ماشین گرفتم براتون که ببره شما رو یه روز توی لندن این بچرخونم. تقسیم شدن زندگی به قبل اینترنت و بعد اینترنت به اون سوالی که تو کردی به نظر من مربوطه. ببین ما یه سری آدم داریم که یارو میگه آقا چرا یاد بگیرم، اگر یاد بگیرم دردم بیشتره. یه سری آدم داریم که نه اصلا یاد که نمیگیره چی پیش هم نمیگیره، ولی صبحش هم اینجا داره اینو بالا پایین میکنه، اون تو هر چی باشه از نظرش درسته. خب اون اینستاگرام است که داره بهش خط فکری میده انگار یه جورایی. خب وقتی تو داری مثل ایکس و ایگرگ ها رو فالو میکنی که به قول تو شلنگ تخته میندازن، خب از نظرت میشه اون خوب دیگه، اونو هی پیگیری میکنی. آرمان باور کن من به یه چیزی، یه اعتقادی، به باوری رسیدم که شما اصلا ذات انسان، من تو قسمت قبلی مسعود داهی رو داشتم اینجا، حرف قشنگی زد، گفت ابتذال دم دستی ترین پناهگاه بشره. ذات انسان یه جوریه که شما هر چقدر زحمت بکشی یک کار خوب، یک اثر فاخر، حالا در حیطه کار خودمون تولید کنی، یه شخصیتی مثل ساسی مانکن میاد با قلتک رد میشه از روی اثری که تو برای مثلا ورقش زحمت کشیدی. نه که اون قدرتمند باشه. مثل این میمونه که شما یک رستوران بزنی و یک غذای با کیفیت بدی اما روبروت که آشغال فروش صف باشه. این باوریه که جا افتاده. آره اینستاگرام خیلی خط داد. من یادم تو دهه 70 مردم با سلیقه تری داشتیم. بعد الان به جرئت میگم سلیقه مردم خیلی بد شده، 100%. مخصوصا در مورد موسیقی که میدونم. چون ما سالی یه بار یه محتوای خوبی با نواره VHS میرسید تو خونه و اون تکرار میشد برای ما و گوش به اون عادت میکرد. متاسفانه اینستاگرام دم دستی کرد همه چی رو و یه سری موانع رو برداشت و باعث شد که یک فاجعه‌ای که الان توشیم و من نمیدونم این فاجعه به کجا میخواد ختم بشه. حالا خیلی ها میگن که دوباره بر میگرده موسیقی، نمیدونم. من با این روندی که داریم میریم، با این مکالماتی که مردم در کامنت ها نثاره هم میکنن، این حجم از کورلیشن همبستگی رو من نمیتونم درک کنم. خیلی مردم ما لازم احترام متقابل به هم لطف دارن و تا میتونه از خجالت هم تو کامنت ها در میان. حالا میگم بازم محدودیت های کلام وجود داره، نه اگر اینستاگرام محدودیت هم برمی داشت اصلا تو اینستاگرام با هدفون باید وارد میشه. حالا بگذاریم سخت‌ترین بخش کار کردن توی این کار با کدوم یکی از عوامل تولیده برای تو؟ واقعیت ماجرا شما هر زمانی که به یک فرد غیر متخصص برخورد میکنی اون میشه سخت‌ترین. میشه. آره ببین بیشتر از این که طرف تهیه کننده باشه دلاله. ده. یعنی اصلا تو میبینیش فکر میکنی که رفتی نمایشگاه ماشین، در صورتی که تو قراره یک فعالیت فرهنگی بکنی که با روح و روان ملت داری بازی میکنی. تنها چیزی که ازش اطلاعات نداره خود موسیقیه. ببین من کسی رو میشناسم که درامر گروه اومده بهش گفته که آقا من جفت استیکم رو میخریدم 150,000 تومان، الان شده 700,000 تومان، ولی دستمزد من تکون نخورده. و خیلی جدی بهش برگشته گفته که چرا سفارش نمیدی فلزی برات درست کنن. ببین تهیه کن باید بشین نمیدونم باید بخندم که نشکنه که نشکنه. یعنی این همه یعنی متوجه نیست که اصلا داستان استفاده از اون متریال چوب چیه. بابا اصلا میگم سیخ کوبیده است مگه فلزی؟ اصلا متریال هم نمیدونی. تو این همه سال تو با این همه گروه خواننده نوازنده کار کردی، تو یه بار ندیدی که آقا اینی که دستش چوبیه؟ اصلا فکر نکردی که آقا این یعنی چی؟ ببین وقتی یه کسی غیر متخصص اومده تو اون موقعیت اون حجم پولو داره اینور اونور میکنه، خب این میشه بزرگترین سختی ماجرا که خب من آرمان حرف درست میگم. آقا این آدمای کارنابلد هستن، آدمای غیر متخصص هستن. یه سوالی پیش میاد، میگم آقا همه اینایی که هستن، اینایی که متخصصن، چرا اینها نمیان با تولید آثار
غلبه کنن بر بی‌تخصصی اینها؟ آیا مانعی وجود داره؟ ببین مانعی به نظر من وجود نداره. پس چرا این اتفاق از اونجا میفته که شما میای یک اثر با کیفیت در حد بین‌المللی تولید میکنی ولی هیچ بازخوردی نمیبینی. خب حالا دل سرد میشه. یه بخشیش به خاطر اینه که سیستم پروموت نداری، کسی رو نداری که ساپورتت کنه. بله. خب بودجه کافی برای پخشش نداری. نداری. من الان 3 سال خورده 4 ساله دارم یک کار دیگری در کنار موسیقی انجام میدم. خب به خاطر اینکه به این مرحله رسیدم گفتم آقا اگر من بخوام مثلا با این خواننده کار کنم، دستمزد بگیرم، بعد برم با اون یکی در نهایت کیفیت زندگیم تغییر نمیکنه. حالا مثلا سال به سال دستمزدم اینقدر مثلا زیاد میشه که با توجه به هزینه‌ای که داره زیاد میشه، یه توازنی همیشه داری. یعنی گرون میشه یه ذره دستمزد توازن رو به پایین. خب وقتی من به این مرحله میرسم میگم آقا چه کاریه، چرا من میخوام اعصابم آروم باشه بتونم کار خوب تولید کنم. میرم یه کار دیگه میکنم، میرم نجاری میکنم. آره میدونم که کارهای چوبی هم انجام میدی. حالا یه کم و بیش آره مخلصم. ولی موضوع میگم چند تا عوامل کنار هم جمع شدن که این اتفاق افتاده که به نظر من مهمترینش قضیه اقتصادی جریانه که نمیذاره این قشری که اون قشر در و داغون از زیر دست اینا بزرگ شدن و یاد گرفتن اجازه رشد به اینا نمیده. بله. حالا یه عمدیتی تو کاره، عمده دیگه. واقعا شاید تهیشو بخوایم در نظر بگیریم یه عمدیتی تو کاره. تهیه کننده موسیقی، حالا من میگم اصلا هیچی بارش نیست، به قول تو اصلا یه آدمی از یک صنف دیگه، ولی دیگه متوجه میشه که این کاری که دارم من روی سرمایه گذاری میکنم لحاظ بار موسیقایی چیزی نداره ولی این براش مهم نیست. میگه من با پول در بیارم. دقیقا کاری که توی آرمان تیرمایی بسازی بر من پول در نمیاره. میتونی اینجوری بساز من رو سرمایه گذاری کنم. یعنی آدما رو مجاب میکنن که از چارچوب تعهد هنری خودشون خارج شن. اون یارو تو رو به شکل یک دستگاه پولساز میبینه. اگر تو اون فاکتوراشو نداشته باشی، آره اگه تو اونو نداشته باشی به دردش نمیخوری. تهش میشی مثل فلان خواننده ای که اومده قرارداد 10 ساله بسته، رقم قرارداد 9-1 به نفع تهیه کننده است و اصلا خواننده دیگه تموم شد. چرا؟ چون حق نداره کاری بکنه، چون اون بهش میگه اینو بخون، نمیخونی باشه برو بشین خونه، یکی دیگر میاره. حالا با تمام این اوصاف وضعیت موسیقی یا آینده موسیقی رو چطور میبینی؟ ببین من تو نسل جدیدی که بچه‌های نسل زدی که حالا مثلا میگن توشون خیلی گزینه‌های جالب میبینم. هم نوازنده خوب میبینم، هم خواننده خوب میبینم. درست. احساس میکنم که اون قضیه استفاده از اینترنت اولش به بیراه قطعا میرفت و یک نسلی باید میچرخید. یه آبردوز زد. نسل ماها یه جورایی اینترنت رو یاد گرفتیم و به اینا یاد دادیم دیگه. درست. اینا دیگه از سن 6-7 سالگی دیگه میدونن آقا اینترنت چیه. ما خودمون هنوز تو درگیر یادگیریش بودیم و تو اون سن حالا بزرگتر هم شدیم بازم درگیر یادگیریش بودیم. این مرحله گذار رو به نظرم ما یکم ردش کردیم و تا یه چند سال دیگه احساس من بر اینه که خیلی وضعیت بهتر میشه، چون اون کیفیت آگاهی داره بهتر میشه. میدونی ببین درسته ما محتوای حجو داریم توی اینترنت ولی خب از اون طرف محتوای خوبم داری. شما اگه میخوای یه چیزی رو یاد بگیری بهترین متدا چه تصویریش چه صوتیش تو یوتیوب و فلان هست و اینترنت وجود داره. مثل اون موقع نیست که مثلا به خاطر اینکه یه متد فلان کسک رو من بخوام ببینم باید کلی برم سرچ کنم که آیا یکی اون پی دی اف رو اسکن کرده گذاشته. الان همه چی هست اوپن سورس. خب آرمان کم کم داریم به پایان گفتگومون نزدیک میشیم. یکی دو تا سوال دیگه دارم. یه دونه سوال دارم میخوام اونو آخر سر ازت بپرسم، اما به عنوان کسی که سالهاست داری این کار انجام میدی، توی موسیقی هستی و داری این کار انجام میدی، برای افرادی که برای بچه‌هایی که تازه میخوام میان توی این کار
چه پیشنهادی داری، چه توصیه‌ای داری؟ پیشنهادم بهشون اینه که در وهله اول به قصد این که پول در بیارن از این کار نیان تو این کار. به قصد این که از اون کار لذت ببرن بیان تو کار. چون به نظر من هر شغل دیگری هم همین فاکتورها رو داره. یعنی اگر تو ببینی که مثلا فلان کس نوازنده است داره او اینقدر داره پول در میاره، خوبه این کار، منم برم این کارو بکنم. اصلا اینجوری نیست. چون تو باید زحمت بکشی. ببینید ما جفتمون، تو خودت میدونی که راحت نیست قضیه. نه. ببین من میدون آزادی خوابیدم، فرودگاه خوابیدم، خونه 1000 بار نداشتم، نصف شب رفتم اومدم، همه اینا رو تجربه کردم. تو هر جایی هم که فکرشو بکنی ساز زدم. یعنی تو ایران و کشورهای اطراف سالونی نیست که من نرفته باشم. اینو مدارکش هست، نمیدونم مستنداتش هست، دارم اغراق نمیکنم. حرفت یاد نره. بدترین جایی که ساز زدی کجا بود؟ یه شهرستانی رفته بودیم. اسمش نبرد. اصلا اسمش هم یادم نمیاد چی بود. سمت مرز بود. خب بعد تقریبا میتونم بگم با یه وضعیت نظامی من اول مواجه شدم که رفتیم تو سالن دیدیم خونه چون هم اسلحه داره. بعد تو اون دور دست ها میدیدم یه سری اینجوری با چراغ قوه اینجوری میزفر، مثل اینکه گروهکای اونجا بوده که تهدید کرده بودن فلان. آره یعنی ما مثلا همش استرس داشتیم که الان که یه تیراندازی بشه ما رو بزنن، یه هدشاتی بشه. بدترین جایی که ساز زدیم اونجا بود. آره واقعا یکی از بدترین تجربه داره. بعد یه دونه تجربه خیلی عجیب غریب دیگه هم داشتیم که تابستون توی یک از شهرهای جنوبی فکر میکنم دما 45 درجه رو بود. یعنی من که تیشرت هم کندم بعد درجه اینجوری قشنگ چلوندم، همینجوری آب میریخت از سر کله‌مون. اینا خیلی چیز عجیب غریب بود. در کنار همه اینا این دستگاه بخاره هم یارو گذاشته بغل پای ما، هی زرت تو زورتون میزد، یوهو استیج میشد دود. من میگم آقا نکنه، خفه میشیم میمیریم. آره جای عجیب غریب زیاد رفتم. الان پرسیدی خیلی اونجوری. خب من از بحث منحرفت کردم. داشتی راجع به توصیت به بچه‌هایی که تازه میخوام بیان تو کار میگفتی. میگم در وهله اول به نظر من به درآمد از قضیه فکر نکنید. اول به فکر این باشید که لذت ببرید از اون کاری که دارید انجام میدید. و اینکه ببین تو به هر نقطه‌ای که میرسی توی این پروسه باید خودتو باز دوباره صفر در نظر بگیری. یعنی من اگر مثلا میگم فلان تکنیک و فلان اطلاعات رو فلان ترک رو فلان کار رو میزنم یا اجرا میکنم یا هی پولم رو ارتقا میدم، بعد به اونجا که میرسی آقا من خب حالا این سطح رو الان رد کردم، اوکی تو الان دوباره شدی صفر. چون این چیزی نیست که تموم بشه. اون لحظه ای که تو به این نتیجه برسی که من دیگه همه چی رو بلدم، یعنی اولا تموم شدی. بودن نبودن دیگه بعدش فایده نداره. هر روز باید هی چیز جدید یاد بگیری، اطلاعاتتو اضافه کنی. یکی موضوع و میگم قضیه مادی رو از سرشون بیرون کنن، چون هر چقدر به پول فکر کنی ازش دورتر میشی. به نظر من یه تعهدی هم به نظرم لازمه. 100% باید یه مقدار نسبت به موسیقی تعهد، یه ارق، یه مرامی داشت. نمیشه غیر از این اگر بخوایم کار بکنیم حق مطلب رو ادا نکردیم به نظر من. یه بخشی از مشکلاتی هم که داریم به خاطر همین عدم تعهد است که به اینجا رسیدیم. احترام قائل نیستن برای کاری که برای موسیقی، برای هنرش. آرمان اگر یه روزی ناچار بشی، مجبور بشی که خداحافظی بکنی، دیگه باس نزنی، دیگه موسیقی نزنی، اولین چیزی که دلت براش تنگ میشه چیه؟ ببین خیلی سوال سختی پرسیدی از بابت اینکه من توی این ساله که کار کردم دوستای خیلی خوبی پیدا کردم. دوستایی که اون زمانی که با هم دیگه ساز میزدیم رو استیج، اصلا موسیقی دیگه تبدیل میشد به یک چی میگن، یه ذره قضیه شاید عرفانی و حالا مثلا معنوی باشه این حرفی که دارم میزنم، ولی واقعا اتفاق میفته. شما وقتی با سازت کانکت میشی با همرزمات،
یه مرحله دیگه از انسانیت میرسی به نظر من. درسته. دلم واقعا برای اون دوستان تنگ میشه و حالا مثلا اینجوری هست که مثلا با هم ارتباط داشته باشیم ببینیم ولی اون حسی که آدم زمانی که با هم ساز میزنی و همه چی مچ میشه اونو نمیدونم الان اینو دل میپرسی اصلا نمیتونم تصور کنم که اونو تجربه نکنم. آره یعنی دوست دارم مثلا با اون حسه واقعا آدم حداقل یه 24 سال قبل مرگش هم حتی شده اون نه خدا نکنه منظورم از مرگ نبود، گفتم حالا بازنشستگی. آره دیگه یه تصوری که دیگه مجبور باشی ساز نزنی بر دلیلی. واقعا اون حسه بین اون چند تا آدمی که آره شاید واقعا تعدادشون به اندازه انگشتر دو تا دستم نباشه ولی اون پکیج رو دوست دارم برقرار باشه. آره اصلا اون یه چیز خیلی عجیبه. اون حس یه سوال دیگه و سخن آخر خودت. به نظرت موسیقی در خدمت خواننده است در شرایط فعلی؟ موسیقی که داره پول در میاره آره. خب مسلما الان موسیقی مارکت ما هم دارن پول در میارن. میدونی چیه؟ ببین ما تولیدات با کیفیتی هم داریم. خب مثلا گروهایی رو داریم که دارن واقعا خوب کار میکنن، مثلا مثل داماهی که داره تور میذاره میره و میاد و گروه در خدمت خواننده نیست واقعا. 5 نفر هم دارن با هم کار میکنن. اصلا این نیست که من برم فلانی رو ببینم فلانی رو ببینم. گروه داماهی، گروه فلان چیز، من میرم کسی ارجحیت نداره. آفرین. این خیلی اتفاق خوبیه که ولی خب اینا خیلی تعدادشون کمه. آرمان آره. نمیچربه، زورشون نمیرسه به این حجمی که وجود داره. میرید جزئیات شنونده هاشون هم نگاه میکنی میبینی خیلی قشر الیتی هن. یعنی همه گوش نمیدن. حالا اونا اینقدر ریاضت کشیدن بابت این ماجرا 10 سال یارو وقت گذاشته، مخاطبای برخوشون دونه آدما رو گفته آقا نگاه کن اینم هست، آقا اینم خوبه. 10 سال 15 سال این کارو کرده تا یه تونسته. الان با کی کار میکنی آرمان؟ من الان با تو مارکت با رضا یزدانی عزیز واقعا باید بگم، چون ببین من اصلا آدم این مدلی قبل برنامه هم داشتیم صحبت میکردیم که آرمان خب خیلی آدم روکیه، میگفت که واقعا کار با رضا یزدانی خیلی خوبه. تبریک میگم به رضا یزدانی عزیز و مدیر برنامه‌شون فکر کنم آقای علی اوجی عزیز، به خاطر اینکه نوازندتون اینجاست و انقدر در نبودتون ازتون تعریف میکنه، یعنی کارتون رو به نفع اصلا دارید انجام میدید. ببین واقعا بدون چیز دارم میگم، به هزاران بار پشت سرش هم گفتم جلوش هم گفتم که ببین من تو این مارکت اصلا ندیدم آدم این مدلی، چون تنها چیزی که اولویتش نیست خودشه. آفرین بهش. و جالبه که تیمش هم چه بچه‌های نوازنده چه عوامل اجرایی، تو یک نفر نمیبینی که این روحیه رو نداشته باشه که فکر منافع خودش باشه. با دل و جون کار میکنن. تو جریان اینجاست که تیم ورک یعنی همین دیگه، ارجحیتی نداره. بعد با بچه‌های گست دارم کار میکنم. آره یه سال خورده شده، فوق العاده بچه دوست داشتنی و گلی هم فوق العاده. یعنی اینایی که بچه‌ای که از تو خیابون واقعا شروع کردن کارشون رو رسوندن خودشونو به اینجا، برای من خیلی با ارزشه. یعنی واقعا یکی از چیزاییه که خیلی دوست دارم بتونم کمکی بکنم بهشون که اینا رو بزرگترشون کنم، چون واقعا حقشون خیلی بیشتر از این. من یه خواهشم میخوام الان اینجا داشته باشم از این طریق، از این برنامه یا بچه‌ای که این برنامه، لطفاً حمایت کنید. ببینید واقعا یه سری نه که حالا ببین مثلا من با بچه‌های گس واقعا آرمان میدونه نه رفاقتی دارم نه دوستای منم، ولی میدونم که چقدر سختی کشیدن و اومدن بالا و دارن. حیفه ببین شما وقتتون رو برای خیلی از این هجویات توی اینستاگرام میذارید که هیچی بهتون اضافه نمیکنه. حداقل به گوش خودتون احترام بذارید، به وقتتون احترام بذارید. این بچه‌هایی که با چنگ و دندون با سختی کار میکنن، من اجراتون رو دیدم گاهن توی مثلا فضای توی مثلا تو زمستون تو سرما توی فضای باز به عشق شما میان کار میکنن. حالا میگیم به عشق شما منتی نیست، یعنی
انقدر قلبشون برای این موسیقی میتپه که شاید یک نوازنده مثلا مارکتی بهش بگی میگه کجا اینجا من ساز نمیزنم آقا فلانه، رطوبت زیاده، بارونه، ولی بچه‌ها با دل و جون دارن کار میکنن. فکر میکنم رایگان ترین هدیه‌ای که میتونید بدید که حمایت کنید ازشون، حداقل چیزی غیر از این نیست. امیدوارم این فرهنگ جا بیفته. البته بگم دارن حمایت میکنن مردم‌ها، اینجوری هم نباشه که فکر بکنیم اصلا، ولی یه ذره کمه، میتونه خیلی بهتر از این باشه. و اما آرمان جون سخن آخر، حرفی، حدیثی، چیزی تو دلت مونده باشه؟ یه ذره شاید حالت نصیحتی باشه حرفم، ولی کلی، خیلی کلی دارم میگم قضیه رو، دارم از بیرون زندگی نگاه میکنم جریان رو. ببین من هر موقع به حرف دل خودم گوش دادم و اون تصویری که از خودم داشتم نسبت به آینده خودم رو تلاش کردم که بهش برسم، اتفاق افتاد برام. لب سخنم میخوام بهت بگم، منظورم اینه که کسی که اومدی دوست داری فعالیت تو حوزه موسیقی بکنی، دوست داری نوازنده باشی، دوست داری آهنگساز باشی، هر چیزی، کار خودت رو هر روز سعی کن ارتقا بدی و به بیرون به بقیه فکر نکنی فلانی چی میکنه، این چی میکنه، اون چی میکنه. کار خودت رو درست انجام بده. چیزی ماندگار خواهد بود که یک برداشت جدیدی از اتفاقات گذشته باشه. کپی کردن اتفاقی رو رقم نمیزنه. تهش اینه که میگن این کار شبیه فلان کاره، فلان خواننده شبیه فلان خواننده است. اینا چیز ماندگاری نیست. درسته. خلاقیت زمانی اتفاق میفته که یک برداشت جدیدی از یک چیز قدیمی باشه. در نتیجه فقط میگم حالا حالت نصیحت یا حالا درد دل هر چیزی میخوایم در نظرش بگیریم، تو زندگی یاد بگیریم که به بقیه کاری نداشته باشیم، انرژیمون رو صرف خودمون کنیم. تمام شده رفت. من بی‌پروا اینو میگم آرمان جان، به خاطر اینکه ما همه مسئولیم. اگر برای ادا اطفال قرار باشه خیلی میشه، خیلی راحت میتونی شخصیت تا بکنی بذاری زیر پات و هر کاری که دلت میخواد بکنی. من خودم اصلا جلوترین کارو میکنم، ولی موسیقی محترمه، نکنید این کارو لطفاً، نکنید. واقعا من نمیدونم، شما گاهن شاگرد افرادی بودید که من میشناسم و از این افراد گاهن شاگردای آرمان بودن و عجیبه برای من آرمان چرا این چیزی به شاگردای خودش منتقل نمیکنه. شما چرا اینجوری از چارچوب خارج شدید؟ نمیدونم به قیمت چی واقعا؟ نمیدونم. یعنی مثلا اون ویوه به قیمت چی؟ هیچی. به قیمت شما ویو میگیری ولی میدونی چه چیزایی داری از دست میدی؟ اصلا برات مهمه؟ واقعا برات ببین پژمان، همون وقت رو برای یادگیری بذاری 1000 برابرش اصلا همون وقت آرمان جان همون وقت رو بذاره برای اینکه به اون مردمش یک چیزی اضافه بکنه. دقیقاً نیازی نیست تو مثلا بیای چه میدونم لنگ بندازی رو دوشت سیبیل پشت فرمون کامیونی بذاری این کارو بکنی. والا بلا این مکتب نیست، این مسلک نیست، این به جایی نمیرسه جز این که شما برای یک مدت کوتاهی مسحکه میشی، بهت میخندن، سرگرم، و میدونی مردم سرگرمیاشون سریعا عوض میشه. خودت داری به خودت خیانت میکنی، ولی جایگاه موسیقی خیلی بالاتر از این حرف هست. آرمان جان خیلی ممنونم از اینکه امروز اینجا حضور داشتی. صحبت بسیار جذابی بود برای من، بسیار مفید بود و خیلی کیف میکنم که رفیق با ارزش، رفیق هنرمند، رفیقی که رو استیج‌های مختلف با خواننده‌های مختلف کار کرده رو اینجا امروز کنار خودم داشتم. امیدوارم که همیشه همجوری برقرار پرقدرت باشی. مام پوزتو بدیم. مخلصیم. چه حرفی. دمت گرم که تو این برنامه شرکت کردی. مرسی ازت. مرسی از شما که این برنامه رو دیدید، وقت گذاشتید. امیدوارم که برنامه رو دوست داشته باشید. تمام تلاش من اینه که یک سری از معضلات و مسائل اینجا مطرح بشه، راجع به صحبت بشه به شکل محترمانه، بدون توهین به هیچ کسی.
لطفاً برنامه رو به اشتراک بذارید، توی یوتیوب سابسکرایب کنید، توی اینستاگرام لایک و کامنت یادتون نره. خیلی مخلصیم. تا برنامه بعدی شما رو به خدا میسپارم. کسی جاتو نمیگیره تو قلبم، پناهی غیر آغوشت ندارم. صدامو میشنوی این التماسه